کدام وقت که رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات شد، وظیفانی دنیا رفت، زیاد صحابات تشویش بودن، خفه بودند. ابوبکر الصدیق رضی الله تعالی عنه ایستاد شد و گفت: او مردم، اگر شما رسول الله صلی الله علیه و سلم عبادت میکردین، او مرده و رفت. اگر شما الله عبادت میکردین، الله سبحانه و تعالی نمیمره و نه او ختم میشه. به این خاطر ما از شما خواهش میکنم که ویدیو رو ببینین و دویم با امر دوستان هم شریک کنین. برادر عزیز محترم، ما اگر شما رمضان عبادت میکردین، رمضان تمام شد رفت، لیکن اگر شما در ماه رمضان مبارک الله سبحانه و تعالی عبادت میکردین، الله سبحانه و تعالی هیچ جا نمیره، او هیچ جا نمیره. لیکن چرا تبدیلی در بینتان آمد؟ در رمضان یک قسم بودین، رمضان تمام شده پس دیگه قسم شدین. حتی یگان مردم که خواندنا میخواندن، چیز مثبت است، از بدی نیست. کسی که در رمضان عبادت الله میکرد الحمدلله، حجاب میپوشید الحمدلله، الا ماشاءالله، ده چیز بدی نبود. لیکن چرا تبدیلی؟ رمضان به خاطر چی آمده بود؟ الله سبحانه و تعالی میگه لعلکم تتقون، که شما ایماندار شوین، از تقوا پیدا کنین، نه که شما رمضانین باشین، خود لاغر کنین، دیگه خود فت کنین و بعد رمضان همون چیزی کنین چیزی که شما پیش میکردین. رمضان یک ماه مبارک، یک رحمت بود که شما خود جور کنیم. بعد رمضان فجر مس صلاح نیست، به فجر کسی نمیخیزه، نماز مسجد نیست، همو شراب، همو غیبت، همو بهجابی. چی معنا بود از رمضان؟ چی معنا؟ یعنی چی فایده از رمضان گرفتین؟ که فقط کلشان تراویح میرفتیم، شما هم تراویح میرفتین؟ این نصیحت اول به خودم میکنم، دویم به شما میکنم. یعنی شما از رمضان چی فایده گرفتین برادر عزیز؟ خوره عزیز، خورایی که حجاب میگدن، ماشاءالله مزیاد خوره از سوشال میدیا دیدم، در اینستاگرام دیدم، در واتساپ دیدم، حجاب میکردن. بعد رمضان پس بهجابی، پس برو خواندن بخوای، پس برو ویدیو جور کو، پس برو. یعنی کجا؟ الله سبحانه و تعالی برادر عزیز میگه که الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله سبحانه و تعالی این دنیا و کائنات جور کرده و زندگی جور کرده به خاطر که عمل ما را چک کنن. و عمل ما ایست که ماه رمضان ما از الله بترسیم و بعد رمضان نترسیم. این چی معنا داره؟ کدام مسلمان بهتیره کنه؟ فکر کنه. یک چیز که گارانتیز به کل ما او مرگ است. ما همیشه بحث میکنیم سر آینده ما، 10 سال 12 سال مکتب میخوانیم که آینده ما خوب شوه، 4 سال پانتون میریم که آینده ما خوب شوه، باز ماستری میخوانیم، باز پی اچ دی میخوانیم آینده ما خوب شوه. لیکن اصلی آینده ما بعد مرگ است. کسی دیگه برای فکر نمیکنه؟ اصلی آینده زندگی ما اوست که بعد مرگ هیچ مرگ نیست و یک چیز حقیقت است. چرا باید مردم رو رد کنن؟ پدرتان کجا شد؟ پدر کلانتان کجا رفت؟ بابا کلانتان کجا رفته؟ همسایتان کجا رفته؟ هر روز کسی میمره، لیکن تانوز کسی مردم نمیخیزن، بیدار نمیشن که بس است، کمی به الله نزدیک شویم. ای چه وقت مردم بس خواد گفتن؟ الله سبحانه و تعالی سوره حدیث میفرماید که چه وقت مردم صدا خواد کردن به خودشان که بس است دیگه، بس است. چرا؟ یعنی الله سبحانه و تعالی مثل یک وکیل به شما میه، براتون مثلا بده، بیاید اسمانات تدبر کنین، سر قرآن تدبر کنین، سر زندگیتون تدبر کنین، سر قیامت تدبر کنین، سر جهنم تدبر کنین، سر جنت، تعریف جنت براتون کده که جای اصلیتون است. ببینین برادر عزیز، یگان مردم خواد گفتن که چی ثبوت داری که روز آخرت است؟ چی ثبوت داری که جنت و دوزخ است؟ کدام وقت که در شکم مادرتان میبودین و کسی بهتان میگفت که دیگه دنیاست، هم جنجالی است هم مقبول است، هیچ خواد گفتی که چی ثبوت داره؟ هیچ دنیا وجود نداره، لیکن به دنیا آمدی دیدی که همه چیز هست. امروز دیگه میگی که چی ثبوت داری؟ والله بالله مرگ حق است. یک چیز ثابت است که یک چیز ثابت است که مرگ حق است. والله بالله کی ثابت است که جهنم و جنت حق هستند. و از خدا ترسن کام است. خدا چی میگه؟ الله سبحانه به شما نمیگه که شما برین کل روز در مسجد خدا بندازین. نه، عبادت چیست؟ هر لحظه اطاعت الله سبحانه تعالی میکنی، اما عبادت است. هر لباس میخری فکر چه تو میتونم برای الله استفاده کنم. هر کلام میزنی کوشش که حقیقت بگویی، به مادرت احترام کنی، به پدرت احترام کنی، من نماز بخوانی، روزیت بگیری، دروغ نگویی، شراب نخور، بهجابی نکن، موزیک نبشنو. این عبادت است. چرا باید مردم از این همه چیز بترسن و به حقیقت الله دور شون و به دروغ فریب دنیا خدا نزدیک کنن؟ ما براتون چیزی میخوام بگم. این یک تعریف دنیا چی تعریف دارم که یک چیز ناچیز بی‌معنی، این تعریف دنیا است و این واقعا تعریفی که ما میبینیم هست.
ببینین کسانی که میلیون ها دلار جمع کردن، بیلیون ها دلار جمع کردن، اگر از خارج افغانستان در افغانستان، اونا کجا هستن؟ کجا هستن؟ هیچ، مردن، رفتن، خاک پشت خاک رفتن. امروز میتونی بگویی که بس از ما نمیکنم، شراب میخوری نمیخورم، دروغ میگم نمیگم، بی‌حجابی میکنم نمیکنم، نماز با وقت نیست نمیکنم، نماز فاسقین نخوانین که وقت آخرش آمد باز نماز بخوانین. نه، اقلا با خود یک وجدان بده که ما اقلا دارس خو اسلام تعقیب کردیم، لیکن ما او هم نداریم بگیم که والا زندگیم یک دفعه ما یک ماه دین تعقیب کردیم، او هم نداریم. تا هر چیز نمیفهمی هیچ بدی نیست، برو یک کسی پرسان کو و به علم به خود پیدا کو و خدا بفهم سر موضوع. ما بر شما بازم خواهش میکنم، والله بالله یک روز خواهد آمد که پشیمان خواهید هر کاری کردین، لیکن امروز وقتش است. خوشی در زندگیتون میخواین، بیاین در رضای الله کار کنین. هر عملی که میکنین بر رضای الله بکنین. احترام پدر مادر، به اونا گوش کردن، احترام به خانم، احترام به اشتکا، شفقت به اشتکا، امیر شما پیش ببرین، والله زندگیتون تبدیل میشه. اگر بعد رمضان الله را زیاد کشیدی، بفهم که رمضان تمام شد لیکن الله نشده. الله سبحانه و تعالی خالق کل کائنات است و انشالله شما و ما کل ما به الله رفته نیستیم. به این خاطر ما باید الله ترس داشته باشیم و پس عبادت خود مثل روان داشته باشیم چه رقم در رمضان میکنیم. بارک الله و لکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.